امروز با هم قراره بریم هتل بیمارستان گاندی رو ببینیم. شیوا بادی هستم. در پیجم قراره تمام بیمارستان‌های خوب رو بهتون معرفی کنم و ویدیو بذارم و با هم ببینیم. خوشحال میشم که با من همراه باشین و پیج رو فالو کنین تا بقیه بیمارستان‌هایی که در پیجم گذاشتم رو ببینیم. امروز هم اومدیم بیمارستان گاندی، یکی از بهترین و بزرگترین بیمارستان‌های تهران. بیمارستان گاندی با تمامی بیمه‌های تکمیلی قرارداد داره. هزینه زایمان سزارین 45 میلیون و زایمان طبیعی 35 میلیون هست. خب با بیمه تکمیلی هزینه خیلی کمتر میشه و پیشنهاد میکنم اگه بیمه تکمیلی دارین حتما به این بیمارستان مراجعه بکنین. اینجا اتاقای بخش هستش. ببینین تمام هتلینگ، ست راحتی و تخت برای همراه بیمار، میز غذاخوری 2 نفره، تخت بیمار و تمامی امکانات رفاهی هست. اتاق بعدی رو ببینیم. هزینه اتاق‌ها بسته به آپشن هایی که دارن متفاوته. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگر که تجربه‌ای در بیمارستان گاندی داشتین برای ما کامنت کنین و بنویسین و این پست رو بفرستین برای دوستتون که بارداره و میخواد زایمان کنه و دنبال یه بیمارستان خوب میگرده.